خاطرات بعدی چی از انگلیسی؟ خاطرات بعدی از اتوبوس سوار شدنم. یه روزی 2 تا از این چینی‌ها اومدن سوار ماشین بشن. خب بعد اولی دستش که دونه این چیزا بود که مثلا میوه اینا میخرن چرخ. خب این سوار که شد چرخش نبرد کنار خودش، همین وسط بود. یه چینی دیگه اومد سوار شد، پاش گیر کرد به چرخ این. خورد زمین؟ نه خورد زمین، ولی پاش گیر کرد. یه ذره ناراحت رفت نشست گفت شما تا چی چا میشه بالا گفت چه پیوم این میگه میگفتش که سایو وای که چه واله سیونو من ها با چه واله نه ولی شما تو چه واله چه ولی چه مکو حالا من گفتم بابا خفه شو این چه واله چه بس دیگه سرمون رفت. دیگه هر دوشون ساکت شدن. همین به زبان فارسی گفتی خفشین یا نه همین؟ نه فارسی گفتم خفه شون دیگه. سرمون رفت چه واله چه میمونه هیچی دیگه هر دوشون خفه شدن. اتوبوس ساکت شد. رانندم برگشت به من نگاه کرد خندید.